قانون شماره 1 بقا پذیرش است. به نظر می رسد که می خواهم هنرمند باشم. این واقعیت را بپذیر که هنرمند هستی و دیگر به خودت شک نکن. فقط کار را انجام بده. قانون شماره 2 بقا. قضاوت نکن. روی روند تمرکز کن، نه روی محصول. قانون شماره 3 بقا. از روند خودت دفاع کن. دیر یا زود با کسی برخورد می‌کنی که نمی‌خواهد این کار را انجام دهی یا خودت می‌خواهی آن را فقط به طور معینی انجام دهی. منشأ را در نظر بگیر. آیا آنها هنر تو را می‌سازند؟ کاری را که خود تو باید بکنی انجام بده. قانون شماره 4 بقا. هرگز به هیچ کس اجازه نده به تو بگوید چه چیزی باید خلق کنی. برای خودت خلق کن. هر روز چیزی خلق کن. قانون شماره 5 بقا. سلامت خلاقت را حفظ کن. هنرمندان ورزشکارانند و خلاقیت مثل دوی استقامت است. برای هر 1 کیلومتر دوی سریع باید 10 کیلومتر آرام بدوی. پیگیری و استمرار روند باعث تقویت بنیه می شود. یعنی چیزی که سوارکاران به آن استخوان و ما به آن رگ می گوییم. این ما را به قوانین ذیل می رساند. قانون شماره 6 بقا. برای شکست‌هایت مویه کن. در هر زندگی خلاقی خسارت‌ها و شکست‌هایی هست و برخی از آنها بسیار غم‌انگیزند. فقط یک چیز باعث از بین رفتنشان می شود. خلاقیت بیشتر. قانون شماره 7 بقا. برای انتقام گرفتن خلق کن. کینه‌جوی معنوی باش. حرامزاده ها را به سیخ بکش. درست جلوی چشمشان خلق کن. قانون شماره 8 بقا. یادت باشد آن بخش وجود ما که خلق می کند کودک درون است. بگذار کودک همبازی و اسباب بازی داشته باشد. قانون شماره 9 بقا. آینه های معتقدت را بیاب و محکم به آنها بچسب. لیاقت این را داری که تماشاچی تشویقگر داشته باشی. قانون شماره 10 بقا. تفاوت‌ها را نادیده بگیر. منشأ همه ما به طور مساوی کائنات و هستی پر از فراوانی است. رویاهای ما از جانب خدای درون می‌آیند و آن خدا قدرت برآورده کردنشان را دارد. به خودت اعتماد کن. کمک الهی را از دست هر انسانی که تقدیمش کند بپذیر و همیشه به یاد داشته باش که خداوند همان خالق بزرگ است و هنر